آمده این با ویدیوی کامل از گوشی کیمی. ویدیوی کوتاهشو گذاشتم، حالا آمدیم ویدیوی کاملش، توضیحاتی کامل، دیدن خود گوشی. در گوشی را باز میکنیم. خود گوشی در یه محفظه حبابی قرار داره که بسیار طراحی خاص. الان روشنه. گوشی رو کنار میذاریم. یه دانه پارچه نرم اینجا قرار گرفته برای آسیب ندیدن گوشی. اینو ور میداریم. یه دانه قاب گذاشتن، قاب برای گوشی، قاب خیلی قویه. یه دانه شارژر وایرلس که از راه دور بدون نیاز به سیم و کابل گوشی رو شارژ میکنه. اینم دکمشه. و اینجا دفترچه قرار داره، دفترچه گوشی. اینم کاری به دفترچه نداره. میریم سراغ خود گوشی. گوشی رو از تو جلد در میاریم. حالا شما با این گوشی روبرو میشید که با طراحی بسیار جالب از کیمی طراحی شده که شبیه به آیفونه. بسیار خاص، گوشی منحصر به فرد. گوشی رو خاموش میکنیم و قابلیتاش رو دادن. گوشی دوربین اصلی 200 مگاپیکسل، دوربینای دوتا دوربینای غیر اصل هر کدامش 50 مگاپیکسل. دوربین جلو هم 32 مگاپیکسله. صفحه نمایش 120 هرتزی و رنگ بسیار زیبا. اگر از تو دوربین معلوم باشه، رنگ بسیار زیبا. وزن بسیار کم، وزنش به 100 گرم نمیرسه. بسیار نازک، اصلا خیلی نازک. اصلا گوشی باور نکرده. با قیمت 50 میلیون، بسیار منحصر به فرد. که طراحی عالی. بذارین تا دوربین گوشی رو براتون تست کنم. الان دارین دوربین گوشی دوربینش بسیار عالی. اگه کیفیتش رو بفهمین، دوربینی که بسیار جالب، طراحی منحصر به فرد. دیگه توضیحاتی در موردش نمانده. گوشی بسیار جالب. به پایان ویدیو میرسیم. تا ویدیو بعد، خدا حافظ.